سلام عزیزانم، امیدوارم همگی عالی باشید. امروز در مورد چاکرای قلب و یا چاکرای چهارم صحبت میکنیم. چاکرای قلب در مرکز قفسه سینه نزدیکی قلب قرار داره و پل ارتباطی هست بین چاکراهای پایینی که مرتبط هستند با نیازهای فیزیکی ما و چاکراهای بالایی که مرتبط هستند با رشد معنوی و ارتباطات معنوی ما. این چاکرا رو محل تعادل سیستم انرژی بدن هم مینامند. رنگ چاکرای قلب سبز رنگ هست و رنگ سبز طول موجی بین 495 تا 570 نانومتر داره. درسی که چاکرای قلب برای ما داره درس عشق، محبت، همدلی، شفقت و بخشش هست. این چاکرا به ما کمک میکنه بتونیم عشق بی قید و شرط رو تجربه بکنیم. این چاکرا به ما کمک میکنه که پذیرش خیش رو داشته باشیم و به خودمون هم عشق بورزیم. همینطور این چاکرا به ما توانایی کنترل خودمون رو میده و کمک میکنه که بتونیم در جنبه‌های مختلف زندگی رشد و نمو و تجدید حیات رو تجربه بکنیم. عدم تعادل در چاکرای قلب میتونه باعث بروز مشکلات و بیماری‌هایی مثل بیماری‌های تنفسی بشه، ذات‌الریه و یا برونشیت رو ایجاد کنه، درد در ناحیه قفسه سینه، مشکلات قلبی، فشار خون بالا و همینطور سرطان سینه رو هم مرتبط دونستن با عدم تعادل در چاکرای قلب. افرادی که چاکرای قلب نامتعادلی دارن میتونن احساس غم و اندوه شدید رو تجربه بکنن و یا حس منفعل بودن و بی احساسی زیاد رو تجربه بکنن. همینطور میتونه باعث بروز احساس خشم در افراد بشه و یا ترس از ابراز احساسات رو این افراد میتونن تجربه بکنن. در کالبد فیزیکی این چاکرا میتونه به ما کمک بکنه که انرژی حیات رو به قسمت‌های مختلف کالبد فیزیکی ما اعم از سیستم ریه ها، سیستم قلب، مری، تیموس و یا نواحی مثل بازوها، آرنجها، ساعدها و دست ها بکنه. همینطور انرژی حیات رو به ناحیه زیر بغل و سیستم ایمنی بدن هم منتقل میکنه. کلاً مرکز ساپورت سیستم تنفسی و قلبی ما هست چاکرا و انرژی رو به این نواحی میرسونه. در کالبد ذهنی کاری که برای ما میکنه کمک میکنه که ما بتونیم ارتباطات سالم برقرار بکنیم و بتونیم قدرت پذیرش خیش رو پیدا بکنیم. به ما این قدرت رو میده و به ما کمک میکنه که بتونیم به ما توانایی رشد میده، به ما توانایی تجدید حیات میده. در کالبد عاطفی به ما کمک میکنه که بتونیم عشق بی قید و شرط رو تجربه بکنیم. به ما کمک میکنه بتونیم احساس امنیت و آرامش رو در روابط تجربه بکنیم و به ما کمک میکنه که بتونیم از احساس تنهایی رها بشیم و ارتباطات صمیمانه و صادقانه برقرار بکنیم. در کالبد معنوی کمکی که به ما میکنه و تأثیری که در کالبد معنوی داره این هست که هماهنگی ایجاد میکنه بین خود من یا خود خیش و عشق الهی. کمک میکنه که ما بتونیم یک تعادلی رو برقرار بکنیم و شعاری که در کالبد معنوی داره این هست که من عشق می‌ورزم. یه سری اسانس ها، روغن ها و غذاها هستند که میتونن به ما کمک کنن تعادل چاکرای قلب رو
بهتر بکنیم و این چاکرا رو قوی تر بکنیم. از روغن ها و اسانس ها میتونیم به اوکالیپتوس اشاره بکنیم، به پونه گیاهی، کاج، نعنا و سدر. و میوه های مثل سیب سبز، انگور سبز، کیوی و گلابی بسیار مفید هستند برای این چاکرا. سبزیجات سبز رنگ مثل مارچوبه، آووکادو، تر فرنگی، خیار، کرفس، فلفل دلمه سبز رنگ، کلا سبزیجاتی که رنگ سبز دارند به تقویت این چاکرا کمک میکنند. همینطور یه سری از سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی هم هستند که میتونن به برقراری تعادل در چاکرای قلب بسیار کمک بکنند و چاکرای قلب رو تقویت بکنند. سنگ های مثل سنگ زمرد، سنگ یشم، مالاکایت، اونچرین و یا عقیق سبز همگی میتونن بسیار یاری دهنده باشند برای تقویت چاکرای قلب. روز و روزگار به همه شما عزیزان خوش.